ثریا جون، من سوال داشتم از شما. اگر کسی توی چنین روزی که فرداشم روز زنه، حالا به تاریخ، توی چنین روزی این بیزینس ما رو شروع نکنه، 3 سال دیگه همچین موقعی چه چیزی رو نداره، براش وجود نداره؟ درسته. خیلی سوال جالبی هست رویا جان و حتی فکر کردم بهش، هم قصه میاره به دل آدم. دقیقا من فکر کنم اگر که کسی الان شروع نکنه 3 سال دیگه از خیلی چیزها محروم هست. اول از همه که خب همون مهارت جدیدی که شما مطرحش کردی رو نداره. خیلی از ماها بدون مهارت واقعا وارد این بیزینس شدیم و اینجا رشد کردیم، از ساخت ایمیل، وبسایت، کمپین های تبلیغاتی توی پلتفرم های مختلف. خب اینا توانایی هایی هست که به این راحتی شاید به دست نیاد و کسی که وارد این بیزینس نشه مطمئنا این رو نخواهد داشت. مهمتر از همه اون هدفی که همه ما واردش شدیم و اون داشتن درآمد بالاست. این درآمد بالا رو نخواهد داشت. چون من الان که خودم هنوز 3 سال نشده از شروع این بیزینس شاهد هستم، هم در مورد خودم و هم همه همکاران عزیزم، که خب چه درآمدهای بالایی الان داره براشون ایجاد میشه و بعد از 3 سال هم دقیقا همون موقعی هست که به پسیو اینکام یا درآمد ثابت بازنشستگی میرسن. خب پس 3 سال دیگه این درآمد ثابت رو هم نخواهد داشت، به اضافه درآمدهایی که به خاطر فعالیت توی این بیزینس خواهد داشت. غیر از همه اینها ببخشید اینم نکنم، اون تغییرات زیادی که توی مایندست ایجاد میشه، مایندست مثبت، واقعا صبوری، اعتماد به نفس، فلکسیبیلیتی، منیج کردن زمان، تغییر کردن اولویت ها، تغییراتی که توی شخص من ایجاد شد و من واقعا فکر میکنم که من ثریای 1 سال و نیم پیش نیستم، خب این شخص نخواهد داشت دیگه. اینا واقعا کم از ارزش های مالی این بیزینس نیست. این تغییراتی که شاید برای هر کدوم از اینها، چقدر کلاس های توسعه فردی ممکنه هر کدوم از ما نیاز داشته باشیم که بریم، ولی خب توی این بیزینس واقعا در جریان این سفر تک تکمون به دست آوردیم. هیچ کدوممون نمیتونیم انکار بکنیم که ما آدم هایی که قبلا موقعی که می‌خواستیم بیایم وارد بیزینس بشیم نیستیم. این تغییرات ایجاد میشه، به اضافه این که خب حالا استرس های محیط کار فیزیکی رو خواهد داشت شخصی که 3 سال پیش وارد نشده. صبح زود سر کار رفتن، شب برگشتن، ترافیک، سر و کله زدن با همکارانی که شاید مایل نیست با اونها همکاری بکنه، با رئیسی که شاید زیاد روش و سیاست کاریش رو دوست نداشته باشه، که خیلی از ماها این تجربه رو داریم و یا داشتیم. تمام این مسائل رو از دست خواهد داد.